تا حالا شده بین دو یا چند تا پیشنهاد شغلی بمونی و نتونی تصمیم بگیری که کدومشو بری بهتره؟ مثلا یکی از اون پیشنهاد شغلیا حقوق بهتری بهت میده، یا اون یکی شرکت اسمش بیشتر شناخته شده و تو کریر پست تاثیر بهتری داره. سلام، من مهرداد خودنامیم و قرار هست تو ویدیو امروز بهتون ابزاری رو معرفی بکنم که باهاش بتونین تصمیم گیری بهتر و دقیق تری رو انجام بدین. تو ابعاد مختلف زندگیتون این اتفاق ممکنه بیفته، به خصوص تو انتخاب شغل‌های مختلفی که به شما پیشنهاد شده. مثلا فرض کنین که 3 تا شرکت مختلف به صورت همزمان به شما پیشنهاد کار میدن و هر کدومشون یه سری ویژگی مثبت و منفی داره و تصمیم گیری توی همچین موقعیتی که هر کدوم یه سری ویژگی مثبت و منفی داره کار شما سخت میکنه. ابزاری که در موردش میخوایم صحبت کنیم اسمش هست ماتریس تصمیم گیری. توی ماتریس تصمیم گیری از یه طرف میایین گزینه‌هاتون رو لیست میکنین، از طرف دیگه ویژگی‌هایی که برای شما اهمیت داره رو لیست میکنین و به هر کدوم از این ویژگی‌ها یه وزنی میدین که تاثیر هر کدوم از این ویژگی‌ها بالا و پایین‌تر بشه. در نهایت یه سری ضرب و جمع اتفاق میفته و به یه چند تا عدد نهایی میرسیم که به صورت کاملا منطقی و واقعی اون چیزی که داخل ذهن شماست رو روی کاغذ میاره و تصمیم گیریتون رو دقیق تر میکنه. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، سریعتر بریم سراغ ماتریس تصمیم گیری و اینکه چجوری باید پیادهش بکنید. اولین کاری که باید بکنید اینه که یه کاغذ قلم بردارین و تک تک آیتمایی که برای شما توی محیط کاری اهمیت داره رو لیست بکنید. اینجا مهم نیستش که ترتیب رعایت بشه، بعداً توی مراحل بعدی ترتیبش هم مشخص میکنیم. من برای خودم یه لیست انتخاب کردم که 11 تا آیتم توش هست. برای شما فرق نمیکنه، میخواد 5 تا باشه، میخواد 15 تا باشه، ولی خیلی فاکتورها زیاد نکنید که تصمیم گیری رو سخت‌تر میکنه. سعی بکنید مهمتریناشو انتخاب بکنید و برای خودتون لیست بکنید. بعد از اینکه اون لیست آماده شد، کافیه برین سراغ کامپیوترتون و یه ورکبوک اکسل ایجاد بکنید. وقتی که ورکبوک باز شد، پیشنهاد میکنم از تب پیج لی اوت شیت رایت تو لفت انتخاب بکنید که شیتتون راست چین بشه. دوباره برگردین سراغ تب اول و گزینه فرمت از تیبل باید انتخاب بکنین. قبل از اینکه این گزینه رو انتخاب بکنین بعد ببینین که اون جدولی که میخواین درست بکنین چند تا سطر و چند تا ستون داشته باشه. توی ماتریس تصمیم گیری آپشنایی که پیش رو هست و معمولا به عنوان ستون و ویژگی‌ها رو به عنوان سطر انتخاب میکنن. فرض کنین که من 4 تا پیشنهاد کاری دارم، پس جدولم حداقل 4 تا ستون و 11 تا ویژگی هم خودم لیست کردم، پس 11 تا سطر هم باید داشته باشه، ولی تعداد ستون ها رو به علاوه 2 و تعداد سطر رو به علاوه 1 میکنم. تو ادامه میفهمید که چرا این کار کردم. پس یه جدول 6 ستونه و 12 سطر رو سلکت میکنم، گزینه فرمت از تیبل، و یکی از استایلایی که وجود داره رو انتخاب میکنم. مثلا من این گزینه رو میذارم. توی پنجره که باز میشه گزینه مای تیبل هز هدرز رو تیک میزنم و اوکی میکنم. خب جدول ایجاد شد. توی ستون اول اسمش رو میذارم ویژگی. ستون دوم رو اسمش رو میذارم وزن. ستون سوم به بعد و اسم شرکتی که به شما پیشنهاد کاری دادن رو مینویسیم. من از قبل اینا رو کپی پیست کردم. برای اینکه این ویدیو ضبط بکنم اسم شرکتایی که بهم پیشنهاد کاری دادن رو تغییر دادم و به یه اسمای خیالی و یه کمپانیای خیالی تبدیلشون کردم، ولی حوزه‌ای که کار میکردن همون حوزه‌ای هستش که تو ویدیو میبینید و در موردش صحبت میکنم. شرکت اول شرکت کافه بازار سوپرمارکته که تو حوزه دلیوری سریع محصولات سوپرمارکتی فعالیت میکنه. شرکت دوم شرکت اسنپ کلاوده که سرویس کلاود به بیزینس های مختلف میده. شرکت سوم دیجیکالا فوده که تو حوزه دلیوری غذا فعالیت میکنه و شرکت چهارم پروداکت استودیو که در واقع بی تو بی کار میکنه و برای بیزنس های مختلف پروداکت دیزاین و ایمپلیمنت میکنه. خب توی جدول از سطر دوم به بعد اسم اون ویژگیایی که یادداشت کردی رو وارد بکنیم. من از قبل این لیست رو آماده کردم که سریعتر پیش بریم. خب ویژگی رو که آماده کردی، قبل از اینکه ادامه بدین یه کار دیگه هم انجام بدین. روی یکی از سلول های این جدول کلیک بکنید و میبینید که این بالا یه تبی وجود داره به نام تیبل دیزاین. اون رو انتخاب بکنید و گزینه توتال رو
تیک بزنید که یک ردیف به صورت خودکار به جدولتون اضافه میکنه که جمعه. توی ستون وزن و ردیف آخر که همون توتالش هست کلیک بکنید و در قسمت فرمول بار فانکشن سامو تایپ بکنید. وقتی که تایپ بکنید سام پرانتز باز میتونی انتخاب بکنید که این سام روی چه سلول هایی باید اعمال بشه. من این ردیف ها رو سلکت میکنم و پرانتزم میبندم و اوکی میکنم. همونجور که میبینید سامش 0. بعدن که وزنا رو وارد میکنید این عدد به صورت خودکار تغییر میکنه و باهاش خیلی کار داریم. برای ستون‌های دیگه ما باید از یک فرمول دیگه استفاده بکنیم به اسم سام پروداکت. در واقع سام پروداکت میاد دو تا آرایه رو در هم ضرب میکنه و در انتها عددش رو جمع میکنه. برای مثال برای ستون کافه بازار سوپرمارکت و ردیف آخرش این کار میکنم. ردیف آخر رو انتخاب میکنم، توی نوار فرمول مینویسم مساوی سام پروداکت. حالا باید یکی از آرایه‌ها انتخاب بکنم که در واقع آرایه وزن هاست. این شکلی انتخاب میکنم، توی فرمول یه کاما میذارم و بعد میرم آرایه دوم که میشه همون ستون رو انتخاب میکنم و در نهایت فرمول رو با یه پرانتز بسته میبندم. چون الان هیچ عددی و هیچ وزنی ندارم دوباره جمع اون فرموله 0 میشه. همین کار رو برای ستونهای بعدی هم انجام میدم، یعنی برای اسنپ کلاود، دیجیکالا فود و پروداکت استودیو. خب جدول ما فرمولاش آماده شد. حالا باید بریم سراغ وزندهی کردن. برای وزندهی کردن یه کاری انجام بدید. یه ماشین حساب باز بکنید، عدد 1 رو تقسیم بر تعداد ویژگی‌هایی که داشتید بکنید که میانگین وزن تقریبا در بیاد. من 11 تا ویژگی داشتم، 1 رو تقسیم بر 11 کردم پس شد 900. برای همین من عدد 900 رو توی تمام این ردیف وارد میکنم. حالا باید چی کار بکنین؟ بیاین سراغ هر ویژگی و وزنش رو تغییر بدین. مثلا ویژگی حقوق و پکیج پیشنهادی برای من اهمیتش بیشتره، به جای 900 1800 بهش وزن میدم. بحث دورکاری بودن یا حضوری بودن اهمیتش نسبت به آیتم قبلی کمتره ولی باز هم برای من زیاده، به خاطر همین 1500 بهش میدم. تعادل کار زندگی از میانگین به نظرم یکم بیشتره، بهش 10 میدم و همینجور تا انتهای لیست پیش میرم. وقتی که به همه ویژگی وزن دادید عددی که به دست میارین با احتمال خیلی زیادی یا بیشتر از یکه یا کمتر از یکه. حالا باید دوباره برین سراغ وزنا و یک بار دیگه ریوایز بکنین، انقدر بالا پایین بکنید وزنا رو تا توتالش بشه عدد دقیق 1. مثلا برای من این ویژگی میتونه 500 باشه و محصول B2C یا B2B بودن میتونه عددش بشه 4 و در نهایت مجموع شد 1. حالا وزنه ما آماده است. برای اینکه یه دید بهتری پیدا بکنید نسبت به ویژگی و وزنه‌ای که دارن، کل وزنا رو با هم انتخاب بکنید و توی تب هوم قسمت سورت اند فیلتر رو باز بکنید منوشو و گزینه دوم. این باعث میشه که جدولتون بر اساس اینکه هر چیزی وزنش بیشتره اول قرار بگیره و هر چیزی وزنش پایینتره در انتهای لیست. همونطور که میبینید بحث حقوق و پکیج پیشنهادی برای من اهمیتش خیلی بیشتره، وزنش هم 1800. در مقابلش محصول B2B یا B2C بودن اون شرکت برای من اهمیتش از بقیه ویژگی کمتر و 400 انتخاب کردن. حالا کاری که باید بکنید اینه که برین سراغ تک تک این ویژگی که لیست کردین و به ازای هر کدوم از پیشنهادهای کاری یه عددی رو به عنوان امتیاز ثبت بکنید. من پیشنهاد میکنم این عددی که دارید وارد میکنید در رنج 1 تا 5 باشه. 1 یعنی کمترین و 5 یعنی بیشترین. یه چند تا مثال با هم پیش بریم. مثلا کافه بازار سوپرمارکت در مورد بحث پکیج پیشنهادی و حقوقی که به من پیشنهاد داده بود به نظرم 4 از 5 میگیره. اسنپ کلاود 5 از 5 میگیره، دیجیکالا فود 4 و پروداکت استودیو 3. همونجور که داریم میبینید توی همین مثال ما 2 تا 4 داشتیم. هیچ اشکالی نداره که گزینه‌هاتون عددشون یکی باشه. یا مثلا
اگر بین گزینه‌هاتون شرکتی نباشه که بالاترین امتیاز رو بگیره، مثلا 5 نگیره، بازم اشکالی نداره، ممکنه از نظر شما 4 باشن، 3 باشن یا حتی 2 باشن. بنابراین با همین ترتیب پیش بریم. خب بریم سراغ ویژگی بعدی، دورکاری یا حضوری بودن یا هایبرید بودنه. کافه بازار سوپرمارکت پیشنهاد کاری که به من داده بود کاملا حضوری و 5 روز تو هفته بود، یعنی شنبه تا چهارشنبه، به خاطر همین بهش 2 میدم. اسنپ کلاود هایبرید بود و دست خودمون هم بودش که میتونستیم چه روزهایی حضوری بریم و چه روزهایی ریموت باشیم، به خاطر همین بهش 4 میدم. دیجیکالا فود بحث هایبرید بود، 1 روز تو هفته حداقل به صورت حضوریه و بقیش به صورت ریموته، بخاطر همین بهش 4 میدم. و پروداکت استودیو هم هایبرید بود، 2 روز تو هفته حتما حضوری و 3 روز دیگهش ریموته، به خاطر همین بهش 3 میدم. بقیه ویژگی هم با همین دست فرمون شروع بکنید بهش امتیاز دادن و این جدول رو کامل بکنید. وقتی که همه عددها رو وارد کردیم و مطمئن شدین که کامل شده جدول، در انتها به چند تا عدد میرسید که امتیاز کسب شده هر کدوم از اون پیشنهادهای کاریو داره بهتون نشون میده. همونجا که تو تصویرم میبینی از بین این 4 تا گزینه‌ای که برای من وجود داشت، دیجیکالا فود بالاترین امتیاز رو کسب کرده و 3.92 شده. پس احتمال خیلی زیاد وقتی من این پیشنهاد کاری قبول بکنم با معیارهای من بیشترین تطابق رو داره. ماتریس تصمیم گیری به خاطر ویژگی‌ای که داره توی زندگیمون خیلی میتونه کاربردی باشه و فقط محدود به پیشنهادهای کاری که به ما شده نیست. ماتریس تصمیم گیری در واقع یه ابزاری هستش که آنچه که داخل مغز ما وجود داره رو به صورت مکتوب پیاده میکنه و فرمول شده بهمون نشون میده. امیدوارم که از این ویدیو راضی بوده باشین. ممنون میشم که لایکش بکنین و با دیگران به اشتراک بذارین.